یه سری اصطلاحات مارکتینگ میپرسم بهم بگین که کاربردشون چیه. CRM مدیریت ارتباط با مشتریه، یه سیستم برای حفظ و تحلیل داده های مشتری است. UGC محتوایی که توسط کاربرا و مشتریا برای برند تولید میشن رو میگن UGC. FOMO ترس از دست دادن، حس فوریت ایجاد کردن. مشتری فکر میکنه اگه محصول شما رو نخره انگار یه فرصتی رو از دست داده. KPI چی؟ شاخص کلیدی عملکرد. فعالیت‌های مهم بازاریابی باید بررسی بشن. چند درصد موفقیت آمیز بوده، چند درصد موفقیت آمیز نبوده. ما این اعداد و ارقامو با KPI در میاریم. پرسونا یه شخصیت خیالی از مشتری ایدئالمون، برای اینکه من بفهمم مشتریم دقیقاً چه خصوصیاتی داره، چه نیازهایی داره، متناسب با اون بتونم محصول بهش ارائه بدم، خدمات ارائه بدم. اگه بازم علاقه‌مندی اصطلاحات مارکتینگ و دیجیتال مارکتینگ رو یاد بگیری، من یه لیست 23 تایی از بهترین اصطلاحات و معروف‌ترین‌ها برات آماده کردم. عدد 23 رو این پایین بنویس، پستو برای دوستات بفرست.